اینو به این تبدیل کن با این، 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 اینو به این تبدیل کن با. سلام، وقت بخیر، خوش اومدید به کانال من اسکندری هستم. قصد دارم طی ویدیوهای آموزشی یک سری ابزارهای کاربردی مفید، هوش مصنوعی ها، تکنولوژی های مفیدی که واقعا در زندگی روزمره کاربردیان رو خدمتتون معرفی کنم. کلاً به حاشیه و طولانی کردن ویدیو علاقه ندارم. سعی میکنم خیلی خلاصه و مفید و بدون اتلاف وقت بریم سراغ ویدیوهای اصلی. اولین ویدیوی ما درباره 5 تا ابزار هوش مصنوعیه. یکی از این ابزارها ابزار اوپن ماجیکه. ابزار اوپن ماجیک چیه؟ این ابزار به این صورته که شما میاید یک سری تصاویر از محصولاتتون یا یک سری بنر که از قبل طراحی شده، حتی بنرهایی که نوشته‌های فارسی داشته باشه رو به این ابزار میدید و تمپلیتی رو انتخاب میکنید و اون میاد جایگذاری میکنه. مثلا اینجا میاد این ابزاری رو که میبینید، مثلا این بستنی رو میاد جایگزینش رو کفشی که شما خواستید رو میذاره. حالا بریم داخل وبسایت. ثبت نام در وبسایت خیلی کار خاصی نداره. شما کانتینیو وید گوگل رو میزنید، جیمیلتون رو معرفی میکنید، من از قبل معرفی کردم و وارد صفحه اصلی میشید. صفحه اصلی که اومد تمپلیت های مختلفی رو میتونید ببینید. تمپلیت ها به چه صورته؟ بعضیا عکس رو میپذیره، بعضیا عکس و ویدیو. شما میایید عکس رو اینجا آپلود میکنید بعد از اینکه تمپلیت رو انتخاب کردید و اون میاد این المانی که به اصطلاح داره تغییر میکنه و عکس های دیفالتی رو داره، اینا رو برمیداره و عکس شما رو جایگزین میکنه. حالا بریم یک سری تمپلیت هاش رو با هم ببینیم. ببینید بعضی هاشون تیریدی و خیلی جذابه، بعضیا به این صورت ساده نیست که شبیه گرین اسکرین ها باشه و شما فقط یک عکس رو جابجا کرده باشید، مثل این مثلا. خب من اومدم از یه دونه از اینها استفاده کردم و برای عکس هم اومدم داخل گوگل جستجو کردم. یک بنری مربوط به یه مهد کودک بود که نوشته های فارسی داشت رو انتخاب کردم و اومدم این تمپلیت رو انتخاب کردم. میبینید که تمپلیت یه مقداری حالتهای مختلف هم داره. مثلا گرین اسکرین، صفحه سبزا که عکس رو جایگزین میکنی با کپکات، همچین خروجی رو نمیده. این الان من بذارید امتحان کنم. وارد که میشید آپلود ایمیج رو انجام میدید. گفته JPG و PNG رو قبول میکنه. انتخاب میکنید. سایز 916 رو پیشنهاد داده. بعد از اینکه انتخاب کردید جایگزین این بنر خود اوپن ماجیک میشه. Create Image رو میزنید و شروع میکنه به جنریت کردن. بعد از اینکه جنریت تموم شد، مای ویدیو ها رو که چک کنید، حالا من از قبل جنریت کرده بودم، میایید میبینید که اون ویدیوی شما آماده است. الان ویدیویی که به اصطلاح برای ما تولید کرده همین ویدیو. خب ویدیو رو ببینید. الان کیفیت تصویر، حتی نوشته های فارسی یا هیچ چیز دیگه‌ای تغییر نکرده، همه چی کاملا حرفه‌ای. من خودم این چالش رو در نظر گرفتم که بیام کلا بنرم فارسی باشه که ببینم خروجی خوبی میده یا مثلا چت جی پی تی به هم میریزم. اما یه چالشی که اینجا داره اینه که شما گزینه دانلود و کپی لینک رو ندارید و برای دانلود کردن باید حتما اکانت به اصطلاح دلاری رو خریداری کرده باشید. من اومدم چیکار کردم؟ اومدم از یه ابزار استفاده کردم به اسم جیلی سافت اسکرین رکوردر که روی ویندوز میتونید نصب کنید و این قسمت رو سلکت میکنید و بهتون خروجی ویدیو رو میده. یعنی شما در اصل رکورد کردین این ویدیو رو. یا اینکه با ابزارهای مشابه در اندروید و iOS میتونید از این تمپلیت و این هوش مصنوعی استفاده کنید. قبلا رایگان بود ولی متاسفانه الان پولی شده. این از ابزار اوپن ماجیک AI. خب ابزار دوم ابزار هیگسفیلد.
ابزار ES فیلد چی کار میکنه؟ یک سری قلاب ها به اصطلاح هوک هایی رو میده که برای ابتدای ویدیو واقعا ویدیو رو جذاب میکنه. مخصوصا در این اینستاگرام مثلا شروع ویدیو به این صورت باشه، زوم اوت باشه و بعد شما شروع به سخنرانی یا صحبت‌های خودتون رو انجام بدید. برای نمونه من این زوم اوت رو میارم، جنریت رو میزنم. طریقه کار به این صورته که بعد از این که حالا مثل وبسایت‌های دیگه جیمیلتون رو معرفی کردید، اون تمپلیت رو انتخاب میکنید و اینجا عکستون رو آپلود میکنید. برای مثال من اینجا عکس خانم شاکردوست رو که این هم باز طی ویدیوهای قبلی با چت جی پی تی ساخته شده بود رو آپلود میکنم و از این قسمت جنریت رو میزنم. بعد از زدن جنریت ویدیو به صورت کامل ساخته میشه. فقط یه مورد داره 3 ثانیه 5 ثانیه میتونید تغییر بدید که حالا تعداد به اصطلاح کردیتی که بهتون میده به صورت روزانه است کمتر استفاده شه. اینم خروجی این. ابزار بعدی رانوی ML که رانوی ML شما بعد از این که وارد وبسایت شدید باز با یک جیمیل ورود رو انجام میدید، بهتون 125 تا کردیت میده که این کردیت هم باز ابتداییه، به صورت روزانه نیست و شما میتونید با جیمیل های مختلف عضو بشید. ولی ایمیل فیک رو نمیپذیره. من امتحان کردم، رانوی خیلی حساسه. بعد از اینکه ورود انجام دادید اینجا میتونید عکستون رو وارد کنید. مثلا ما همون سگی که داشت کباب درست میکرد رو وارد میکنیم و اینجا پرامپت رو مینویسیم. پرامپت رو هم از چت جی پی تی میگیریم. من اینجا فارسی بهش گفتم یه پرامپت برام بنویس، به صورت وایس دادم، حتی با اینکه اشتباهات داشته اومده باز پرامپت درست رو به من داده. کپی میکنم و میام اینجا وارد میکنم. بعد از اینکه وارد کردم این دکمه اسک رو میزنم که جنریت انجام بشه. بعد از اینکه جنریت انجام شد به این صورت جنریت رو انجام داده. بعد از کمتر از 1 دقیقه خروجی رو به ما داده، یک سگ در حال کباب درست کردن و کباب خوردن. این هم ابزار رانوی ML بود. ابزار کالینگه. ابزار کالینگ به چه صورته؟ شما میتونید تکست تو ایمیج، ایمیج تو ویدیو، تکست تو ویدیو. یک ابزار خیلی مفیدیه که خودتون هم باهاش سر و کار داشتید و من فقط صرفا ویدیویی رو که ساخته بودیم رو آموزش رو بدم. ایمیج تو ویدیو رو انتخاب میکنید. بعد از اینکه انتخاب کردید میایید و اون عکس مد نظرتون رو آپلود میکنید. عکس مد نظرتون از select from gallery میاد و مثلا اینه دیگه. این عکس رو انتخاب میکنید. بعد از اینکه عکس اردک رو انتخاب کردید پرامپتتون رو میزنید. بعد از اینکه پرامپتتون رو وارد کردید از این قسمت پرامپت، این قسمت هم نگاتیو پرامپت میشه، قسمت هایی که میخواید اتفاق نیفته، مثلا انیمیشن نباشه، بلور نباشه یا هر اتفاقی که میخواید نباشه، اینجا میاد اون دستورات رو اعمال میکنید. به چت جی پی تی که بگید کامل هم پرامپت هم نگاتیو رو براتون درست میکنه. بعد از اینکه اینا رو ساخت در انتها جنریت رو میزنید و تمام. از این قسمت هم میشه اعمال کرد ولی متاسفانه برای نسخه رایگان این امکانات نیست. این هم از اردکمون. آخر ابزار ویدیو هست. ابزار ویدیو هم همونجوری که میدونید مثل ابزارهای کالینگ و بقیه ابزارهای ویدیو ساز، ایمیج تو ویدیو، تکست تو ویدیو اینا رو داره و یک سری تمپلیت هایی هم داره. شما برای اینکه از تمپلیتی استفاده کنید باید عکس مشابهش رو استفاده کنید. من میام مثلا برای مثال اون تمپلیتی که در ویدیو ساخته بودیم این بود. یک پنگوئن اینجا شیده میزنه و کلی انسان تماشا باید پس زمینی متفاوت پیدا من این رو انتخاب کردم. حالا اینجا خودش مشابه گفته گربه و سگ. خب ما اومدیم خلاقیت به خرج دادیم و از یک گربه و سگ استفاده نکردیم، اومدیم و از یه دونه خر استفاده کردیم. خرم حیوانه دیگه. بعد
کاری که باید انجام بدید بعد از این که حیوان مورد نظر رو انتخاب کردید، وید میوزیک رو میزنید و بعد از اون هم کریت رو میزنید و 16 تا کردیت هم کم میکنم. خواستیم نزنیم، اشتباها زدیم چون من این تمو ساخته بودیم. الان قسمت اسیدز رو اگه ما بریم نگاه کنیم، در قسمت اسید این ویدیو هستش و شما میتونید اون ویدیو رو دانلود کنید. خب کار تمومه. سعی کردم خلاصه بشه ولی بازم 10 دقیقه شد، بازم زیاد شد، ولی دیگه به بزرگی خودتون ببخشید.